داداش گلم قربونت بشم. تو هم هر موقع کثیف مسیف میشی یاد ما میافتی ها. بابا گوش کن چی بهت میگم، این دوتا رو یه دقیقه بشور، بچه‌ها پایین منتظرن. بابا یا سر زن تو میکنی تو ما، یا نمیدونم انوگوهاتو میریزی تو ما. کی پس یای من میافتی؟ ما این دوتا رو یه دقیقه بشوری من رفتم. بشورم؟ نمیشوری. تو مگه عموجانی این سرشو میکنی این تو؟ الان میرم پودر کیلویی تو. نه میشورم سر هر کی رو خواستی بکن تو ما، اما یادت باشه روزگار میگذره. ببین گوش کن فقط به چی دارم من آدمیزاد میشم تو تا یخچال. جوراب، 2 تا جوراب دارم میکنم این تو. اگه یه دونشو بدی خدا به سر شاهده میشونم بلایی به سر. ببین بندن توش نه، 2 تا دارم میندازم این تو، 2 تا ته. ببین اون روزا میرسه، خب تو میشی لباسشویی، من میشم آدمیزاد، اون موقع در میارم میذارم توت. بشور چرت و پرت نگو. بابا بس دیگه، محمد اینا تو در دهنمو سرویس کردن، جورابامو بده برم. بیا ایوون، این که کنم تایت روشه. همینه، سرشو میکنی اون تو، سیستم عامل ما میریزه به هم، اینجوری میشوره. باشه یه دقیقه درست باید زنگ بزنی پشتیبانی. میگم مسخره اینا بیام سرویست کنن، لب نره، یه دقیقه اینو بشور. الان میری دم سینک، قد عافیت بدونی لباسشویی جماعت باخت به کسی نمیده. خب اون یکی لنگش هم بده ببرم. یکی لنگشم بردار. اون یکی لنگش دست ندادم تو بردار. اون یکی لنگش نیست. از اول یه لنگ انداختی، ما هم ربطی نداره، همین بوده. من از اول یه لنگه ننداختم. همینی که هست. ای نه تو ببین، من یه بلایی سر تو میام، پول کیلویی میریزم تو. ببین یه سوراخ دارم به این بزرگی، هر کی خواستی بکن توش. مادری ازت بگم سر اینا.